مصحف آیات اسرار قدیر. نام حق سردفتر هر دفتر است، آنچه بی نام خدا هست ابتر است. افتتاح نام ها از نام اوست، هر دو عالم جرعه نوش از جام اوست. به نام حضرت دوست، آن که قاف تا قاف هستی از اوست، آن که لطفش عیان است و وجود در پناهش امان. سلام و صلوات بر محمد و آل محمد که سیره او صورتگه حسن است، و سلام بر گل نرگس که در هر نماز پگاه منتظر شکوفایش هستیم. درود و سلام بیکران بر ارواح مقدس و متعالی انبیاء الهی، شهدای اسلام و امام راحل، این کبوتران حریم ملکوت و عندلیبان گلشن لاهوت. عرض سلام و خیر مقدم دارم حضور همه میهمانان و مدعوین گرامی و عرض می‌نهیم قدوم با برکت سفیر محترم جمهوری اسلامی ایران جناب آقای سجادی و همسر محترمشون رو آغاز می‌کنیم. مراسم میمون و مبارک امروز را با جرعه نوشی از کلام وحی توسط دانش آموزان عزیزمون در پایه اول به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد. دانش آموزان عزیزمون سرود جمهوری اسلامی ایران رو زمزمه میکنن. به احترام سرود مقدس جمهوری اسلامی ایران قیام میکنیم. Oh!
فهمیده به جایگاه تشریف فرما شوند برای عرض خیر مقدم به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. بچه‌ها سلام. حالتون خوبه؟ باریکالله. عرض ادب و سلام خدمت مهمانان عزیز و گرامی. خیر مقدم عرض میکنم خدمتتون. عرض خیر مقدم ویژه خدمت جناب آقای سجادی، سفیر محترم کشور جمهوری اسلامی ایران در ارمنستان، همچنین سرکار خانم سجادی همسر ایشون. همینطور خدمت سایر مهمانان عزیز و ارجمند عرض خیر مقدم دارم. تبریک ویژه عرض میکنم به دانش آموزان عزیز پایه اول ابتدایی که امروز جشن الفبا رو دارن و همه اینجا دور همدیگه جمع شدیم به همین مناسبت که این جشن رو در واقع حضور داشته باشیم، تبریک بگیم به این عزیزان گلمون. من قصد اصلاحی ادب ندارم و نمیخوام بیش از این مصدق اوقات عزیزان بشم. به نوبه خودم و از طرف خودم بایستی خدمت عزیزان تقدیر تشکر میکردم، اما دلم میخواد یک تقدیر تشکر ویژه داشته باشم از اولیاء عزیزی که در برگزاری این مراسم زحمت کشیدن. واقعا این مراسم سمبولی هست از مشارکت خوب اولیا و مدرسه در اجرای برنامه‌ها. خیلی زحمت کشیدن. چند روزی هست اینجا من شاهد هستم، صبح بعد از ظهر در برنامه‌های مختلف از تزیین و دکوراسیون گرفته تا برنامه‌های دیگر دارن زحمت میکشن. از این بابت تقدیر و تشکر میکنم. همینطور جا داره تشکر بکنم از جناب آقای اسدی، آموزگار محترم پایه اول، که انصافاً محوریت این کار رو خود ایشون داشتن و خیلی زحمت کشیدن. یه تنه تقریباً همه برنامه‌ها رو مدیریت کردن و انجام دادن. به نوبه خودم تقدیر و تشکر میکنم. دلم میخواد به افتخار همکار عزیزمون جناب آقای اسدی و دانش آموزان گلشون یک کف مرتب بزنم. سلام بر توی آینه واقعی صبر و ایثار. خاطره امسال را هرگز فراموش نخواهم کرد. اگر اکنون به راحتی قلم در دست من میچرخد و از الف تا یای الفبای فارسی را به راحتی زمزمه میکنم، به خاطر این است که الفبای عشق به تعلیم و تربیت را از تو آموختم. به خود عشق می‌ورزم که در محضر کسی علم و دانش را آموختم که معلم او پیامبر اعظم صلوات الله است. خالصانه از زحماتی که برایم کشیدی سپاسگزارم. در ادامه دعوت می‌کنیم از آموزگار محترم پایه اول جناب آقای اسدی برای عرض خیر مقدم. به افتخارشون لطفاً کف مرتب. بسم الله الرحمن الرحیم. خوش آمد عرض میکنم خدمت تمامی حضار، به خصوص سفیر محترم جمهوری اسلامی ایران در ارمنستان و همچنین سرکار خانم سجادی همسر ایشون. تقدیر و تشکر میکنم از حضور کارشناسای محترم رایزنی فرهنگی و همچنین حضور ریاست محترم مجتمع شهید فهمیده جناب آقای حسانی که در اجرای این مراسم هرچی ما خواستیم بدون کم و کاست اجرا کردن، لطف کردن، همیشه حتی تا دیر وقت همراه ما بودن. و همچنین از اولیای اولیای کلاس اول میگم، یک دست خیلی خوب و تشویق انگیزه‌ای خیلی خوب برای اولیای بزنیم. لیلا تا دیگه سوزنی که توی کاغذها رفته و چیده شده همه زحمت اولیاست و همچنین لطف همکاری پرسنل مدرسه و مجتمع. جا داره تشکر کنم از گروه فیلمبرداری که در اختیار ما گذاشتن. جناب آقای آرپناهی حضور دارن توی مجلسمون، تشکر ویژه ازشون هم داشته باشم و سایر دوستان که در اجرای مراسم به ما کمک کردن. من شاید احساسی باشه صحبتی میخوام بکنم، ولی هیچ جناب آقای سجادی، انسان در طول زندگیش یک سری لذت‌هایی رو به دست میاره که به نظر من به عنوان یک معلم و اونم معلم کلاس اول از این لحظه
از این لحظه که بچه‌ها میان کاغذ به دست میخونن، هیچ چیزی و هیچ پاداشی بالاتر از این نخواهد. درسته معلمی کارشون سخته عزیزان، همه در جریان هستین، واقعا شغل معلمی، تعلیم و تعلم کار بسیار سخت و حوصله‌بر و فرسایشی هست، ولی لذتی شما ممکنه سوال کنید که آقا چرا معلم‌ها اینقدر حوصله دارن؟ این لذته، این هر کاری که انسان انجام میده یک گیفتی میگیره، یک مزدی میگیره، ولی این مزد است که ما رو سر پا نگه میداره. و بارها من اینو گفتم توی کلاسم، خصوصا این بازه‌های زمانی که بچه‌ها به نظر من، البته این جشن نشون از باسواد شدن بچه‌هاست، اینو نشون میده مثل یک پادشاه توی کلاس هم میشینن، بچه‌ها میان میخونن مینویسن، انگار همه دنیا مال من. خیلی خیلی خوشحالم که تونستم برای سال دوم جشن الفبا رو توی ارمنستان اجرا کنم. سال قبلم کم از امسال نبود، لطف کردن خانواده‌ها، بازم مدیریت و دانش آموزا. الان که من میبینم دوست دارم همیشه با اینا در ارتباط باشم، پیشرفتاشون رو ببینم در سالهای آتی. سالهای آخر خدمتم هست، خیلی از این دانش آموزا دارم، خیلی تو ذهنم هست. دانش آموزای امسال من، اینو من به خانواده و به دانش آموزای گل خودم میگم، به هیچ عنوان از ذهن من نخواهد رفت. جناب آقای استانی، واقعا تغییر یک چیز خیلی مهمی است. ما در طبیعت فصل بهار و پاییز و تابستان و زمستان میبینیم، تغییر رو میبینیم، شگفت زده میشیم. این چنین تغییرات تحت عنوان یادگیری خیلی لذت و ثمربخش خواهد بود برای یک انسان. و از همه شما عزیزان، گروه موزیک که تشریف آوردن، تدارکات، همه ممکنه مثلا من اسمی رو از جا انداخته باشم، جناب آقای احمدی معاونت آموزشی که در طول سال ما راهنما بودن تشکر میکنم. زحمت‌های خب برای بچه‌ها کشیده شده، زیاد شده. ما ارزش‌یابی‌هایی از دانش آموزامون داریم، ارزش‌یابی‌های ابتدایی به صورت توصیفی هست و این دکور که جلو بچه‌ها با همکاری خانواده‌ها تنظیم کردن به نوعی پوشه کار تلاش یک ساله دانش آموزا هست که بعد برگش توصیف شده، ارزشیابی شده و در آخر مراسم انشاءالله تقدیم خانواده ها میشه به عنوان یک کارنامه توصیفی در اختیار خانواده ها قرار خواهد گرفت. و همچنین ما یک آلبومی کردیم برای دانش آموزا که یک یادگاری از مراسم ما و سال تحصیلی امسال ما داشته باشند. وقت کم هست، برنامه ممکنه زیاد باشه، خیلی من مستطیع اوقات عزیزان نمیشم. با ذکر بر صلوات بر محمد و آل محمد. تشکر می‌کنیم از جناب آقای اسدی، آموزگار محترم پایه اول. حضرت علی علیه السلام می‌فرمایند هر کس به من بیاموزد کلمه ای را مرا بنده خویش کرده است. این حدیث را که می‌خوانم یاد آن روز می‌افتم که دست گرم و مهربانت دستم را گرفت و من نوشتم آ. در ادامه بدون مقدمه دعوت می‌کنیم با کمال افتخار از جناب آقای سجادی سفیر محترم جمهوری اسلامی ایران ما رو با کلام گرم و نغزشون مستفیض بفرمایند. لطفاً تشویقشون بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت همه هموطنان عزیزم، خانم‌ها، آقایون. تشکر میکنم از این برنامه بسیار خوبی که مدیریت مجتمع و آموزگارای گرامی برای بچه‌ها تدارک می‌بینن و این یک موهبتی است و لطف خداست به همه ما. یکی از دوستان نوشته بود برای خانم که بچه‌ها زمان کلاس اول اگه خاطره‌ای دارید رو برای ما تعریف کنید. گفتم من که یادم نمیاد بچه‌هام کلاس اول بودن چه جوری رفتن مدرسه، اگه شما یادت میاد شما تعریف کنید. الان دارم به خودم یه فشار میارم ببینم که چه زمانی اینا رفتن کلاس اول، چه جوری بود برنامه‌شون. از بس که ما مشغول کار هستیم و مسئولیت به عهده خانم‌ها میگذاریم، بیشتر مادرها هستن که ارتباط برقرار میکنن. ولی خوشبختانه در این مدرسه معلم کلاس اول جناب آقای اسدی با عشق و علاقه توانست بچه‌ها رو به درس و ادب و آموزش نزدیک بکنه و این بزرگترین لطفی است که در مقطع ابتدایی به فرزندان ما میشه. متاسفانه من فرزند اولم کلاس اول که رفتش، بعد از اون ادامه به مأموریت ما اعزام شدیم و در مأموریت پایه ضعیفی پیدا کردش. پسر دومم کلاس اول در ایران بود، معلمی داشت که این معلم بسیار علاقه‌مندانه به این بچه‌ها آموزش میداد و با پایه قوی
توانست فرزند دوم من به بهترین وضع درسش رو ادامه بده و باز متاسفانه فرزند سومم در خارج از کشور معلمینی که اونجا حضور داشتن چون تخصص آموزش کلاس اول رو نداشتن این بچه دچار نقصان شد و من در طول این مدت متاسفانه همیشه برای اینها هزینه می‌کردم تا بتونم اون نقصان‌های دوره کودکی و آموزش ابتدایی رو جبران بکنم. ولی در این مدرسه احساس می‌کنم که در کلاس اول بچه‌ها با یه عشق و شور و علاقه‌ای توانستن به سمت یادگیری نزدیک بشن و این لطفی است که خداوند به خانواده‌های اونها و به این فرزندان داشته و مجتمع هم همیشه سعی کردن با برنامه‌های بسیار خوبشون تدارک ببینن و یه همچین جمع باشکوهی رو ایجاد بکنن. جا داره از مادرای عزیز، پدرای عزیزی که در این برنامه شرکت کردن، زحمت کشیدن و یه همچین فرصتی ایجاد کردن، من هم به نوبه خودم تشکر کنم. خاطره کلاس اول خودم رو هم بگم چون ما پیش دبستانی اون موقع که نبودش مستم و آزاد بعد میرفتیم سر کلاس. من روز اول که خواستن ببرن سر مدرسه جلوتر از پدرم میدویدم که برم به سمت مدرسه. رفتم داخل مدرسه بعد گفتن شما باید بری تو این کلاس عقب کلاس بشینی چون دانش آموز نیستی. من میرفتم عقب کلاس برای خودم یه ماشین داشتم با این ماشینم بازی میکردم و بچه‌هام درس میخوندن. بعد دیدم که خب بالاخره کار من چیه؟ هر روز من باید بیام تو مدرسه بازی بکنم بعدم برم خونه. تا بعدها قرار بر این شد که پیش دبستانی هم برگزار بشه و بچه‌ها آموزش ببینن. رفتم کلاس اول. روزی که رفتم کلاس اول اولین روزی که به دانش آموزا کتاب دادن ما کتابا رو با یه ذوق و علاقه اومدیم ورق بزنیم نگاه بکنیم. من داشتم همینجور که کتاب و ورق می‌زدم خب بچه‌ها شلوغم می‌کردن که این کتاب رو ورق بزنیم. دیدم پشت سرم سوخت. دستم گشتم رو سرم آوردم دیدم خونی شده. نگو معلم با خطکش از پشت زده تو سر من که این آروم بگیریم ما یه مقدار ساکت بشیم. من همینجوری دستم رو نگاه کردم دیدم خونیه. دستم گذاشتم رو سرم همینجوری از کلاس اومدم بیرون رفتم خونه خدا رحمت کنه همه اموات شما رو پدرم هم به رحمت خدا رفتم. دیدم داره نماز میخونه. رفتم جلو نشستم تا سجدهش تموم شد سلام داد. من گریه میکردم بعد یهو گفت چی شده بابا؟ گفتم ببین معلم زده سر من شکسته. گفت این معلم زده سر تو رو شکسته دست ما رو گرفت رفتیم مدرسه. معلم فرار کرده بود و نبودش توی مدرسه. پدر من از اونجایی که آدم بسیار اجرایی عملیاتی بود و سعی کرد بالاخره این ویژگیش رو به من منتقل بکنه. البته من مسئول نشدم. هر طوری که شد اخراج این معلم از مدرسه گرفت. و جالبه که اسم این خانومم هنوز یادم به خانم منجمی و تو ذهن من نشسته از اون سال که این اتفاق برای من افتاد. ولی بعد از مدتی رفتش خلاصه رضایت داد و این خانم اومد سر کلاس. پدر من گفت شما باید با عاطفه، با رأفت، با محبت با این بچه کلاس اول برخورد بکنید که این بچه عشق پیدا بکنه به سمت مدرسه بیاد، نه با این رفتاری که شما اینطور عمل میکنید که از مدرسه دور بکنید. امروز واقعا من لذت میبرم که با چه علاقه‌ای معلم مدرسه، مجتمع، مدیران مجتمع، خانواده‌ها با ذوق بچه‌ها رو به سمت درس و آموزش میارن. علی ای حال بیش از این من مصدق نمیشم. برای یکایی که شما آرزوی سلامت و توفیق دارم و این هم برای من افتخاری است که من چون خیلی بیکار هستم تو سفارت هر موقع زنگ میزنن به من بیاد منم با کمال میل میام چون این برنامه‌ها برای من بسیار مفرح و شاد هست. خیلی متشکرم. محمد رسول الله یعنی حضرت محمد پیامبر خدا است. و به والدین احسان یعنی به پدر مادر خود نیکی کنید. رب زدنی علم یعنی که خدایا علم ما رو زیاد کن. یا بنی یا الصلاة فرزندم نماز بخون. بسم الله الرحمن الرحیم یعنی به نام خداوند بخشنده مهربان. الحمدلله یعنی خدا رو شکر کن. سلام علیکم یعنی سلام بر شما. و قولوا
که به شما نعمت‌های زیادی داده است تشکر کنید. تشکر میکنیم از دانش آموزان عزیزمون در پایه اول. یه بار دیگه به افتخارشون یک کف مرتب بزنیم. فرزندم، چشمانت آسمانی است صاف نه ابرآلود، دلت غنچه‌ای است در شکفتن، قلبت دریایی است در عمق نه در کف. تو فراتر از آنی که با طبیعت در ترازوی مقایسه درآیی. تو آغازی، شروع یک خط، ادامه یک راه، ادامه یک خط تا بی نهایت. تو همانی که دیگر مسافران پشت سرت هستند. در این مقطع حساس از رهنمون بزرگان بی بهره نباش. ادامه میدهیم برنامه ها رو با یک شعر گروهی که دانش آموزانمون آماده کردن. به افتخارشون یک کف مرتب بزنید تا آماده بشن. چه خوب و زیباست ورق زدن خاطرات گذشته. انگار همین دیروز بود زنگ مهر را نواختیم و مدرسه ای ساختیم در محله عشق، خیابان عقیده، کوچه مهربانی، با سقفی از خورشید، آجرهایش ستاره، ملاتش روشنایی، مالامال از اندیشه های بلند، لبریز از شور و شعور، پر از سرود عطوفت. و آنگاه اول روز حضور شادمانمان در
ماها آمدیم و خواندیم، آمدیم و شنیدیم، آمدیم و دیدیم، آمدیم و فهمیدیم، آمدیم و ماندیم، نه خودمان که دلمان در کلاسی که بوی خدا میداد. ادامه میدهیم برنامه ها رو با دکلمه‌ای که دانش آموز عزیزمون محمد نصیریان آماده کرده. به افتخارش سلام بچه ها، خوش آمدید به اینجا. داریم جشن الفبا تو این مکان زیبا. آب آبی، دریا آبی، ما میخوانیم چه عالی داستانهای قرآنی. آن نور آسمانی، علوم، هنر و ورزش، دانشهای با ارزش، همه با هم آماده که در سال آینده بریم کلاس دوم. با خوشحالی و خنده دست میبریم پیش خدا، ما میکنیم شکر خدا. دست میبریم پیش خدا، ما میکنیم شکر خدا. چگونه میتوانم تمام لحظه هایی که چون سرو در مقابلم ایستادی و با شور و عشقت مرا سیراب کردی جبران کنم، جز این که بهترین درودها و دعاهای خیرم را بدرقه راحت کنم. فروغ صبح دانایی، انیس روز نادانی، چگونه پاست دارم با این که میدانم خدا هم نیز چون من تو را دوست می‌دارد و من همچون خدایم تو را دارم سپاس بی حد. در ادامه برنامه دختر گلم آیلین رحمانپور چند تا لطیفه آماده کرده برای شما عزیزان. براش یک کف مرتب بزنید یا سخت‌ترین کار به قزنفر میگن توی عمر سخت‌ترین کاری که کردی چی بوده؟ میگه پر کردن نمکتون. میگه چرا؟ جواب میده آخه سوراخش خیلی ریزه. به یارو میگن زود باش قطار میره. میگه کجا میخواد بره؟ بلیط دست منه. یه قورباغه از یه گربه میپرسه قربونه داشتم کلاس چندمی؟ گربه میگه پیش دانشگاهیم. یارو بادکنک فروشی باز میکنه بالای مغازش رو میزنه بادکنک اعلا به شرط چاقو. آفرین دختر گلم خیلی زیبا اجرا کرد. نمیدانستم، هیچ چیز نمیدانستم و نمیدانستم که نمیدانم، اما تو میدانستی و میتوانستی و همین بس بود که دستهایم را بگیری و در کلاس مهربانیت بنشانی و نخستین حرفها را برایم هجی کنی که الف ب پ. در ادامه برنامه‌ها دوستان گلم در کلاس اولیه شعر گروهی باز هم آماده کردن با زحمات آموزگار محترمشون. دعوت می‌کنیم به جایگاه تشریف بیارن همراه با دستای زیبای شما عزیزان.